از امروز درباره آینده فکر نکن. گذشته رو هم مرور نکن. چیزی که واقعاً اهمیت داره همین چیزی است که الان روبروی تو قرار گرفته. همین کاری که شاید دوستش نداری. همین مسئولیتی که شاید فکر می‌کنی مهم نیست. ما معمولاً به خودمون میگیم این فقط یک کار ساده است. ربطی به شخصیت واقعی من نداره. مهم نیست. اما حقیقت اینه که اهمیت داره. بیشتر از چیزی که فکر می‌کنی اهمیت داره. چون نحوهی که این لحظه رو انجام میدی تبدیل میشه به الگویی برای تمام لحظه‌های بعدی زندگیت. نحوهی که امروز رفتار می‌کنی کم کم شخصیت فردای تو رو میسازه. نحوهی که با کارهای کوچیک برخورد می‌کنی دقیقاً همان نحوهی هست که بعدها با مسائل بزرگ زندگی برخورد خواهی کرد. یک جمله قدیمی وجود داره که میگه همانطور که یک کار را انجام می‌دهی همه چیز را همانطور انجام می‌دهی. اگه امروز با بی‌حوصلگی، فرار یا نصف نیمه عمل کنی، این فقط درباره امروز نیست. داری به ذهن خودت آموزش میدی که همیشه همینطور عمل کند و برعکس. اگه حتی ساده ترین کارها رو با دقت، حضور و احترام انجام بدی، کم کم یک استاندارد جدید در وجودت ساخته میشه. زندگی از لحظه‌های بزرگ ساخته نشده. از همین دقیقه ها ساخته شده. از همین انتخاب‌های کوچیک و تکراری. و در نهایت سرنوشت انسان چیزی نیست جز مجموع همین رفتارهای ظاهراً ساده هر روزه.